این 9 تا نکته کوچیک میتونه توی 1 سال اونقدر برات صرفه‌جویی کنه که به خرید خونه برسی. تعمیرکارها هیچ وقت این رازها رو بهت نمیگن. اول، وقتی میخوای شیرفلکه زاویه‌ای رو عوض کنی، بعضی وقتا رزوه داخلش میشکنه و توی لوله گیر میکنه و هر چی زور میزنی در نمیاد. کافیه 2 تا پیچ کلفت و ضربدری داخلش بذاری، یه پیچ گوشتی از بینشون رد کنی و محکم بچرخونی. خیلی راحت میاد بیرون. دوم، یه تیکه از تیوب دوچرخه رو دور لوله فاضلاب بپیچ و با بست کمربندی سفتش کن. بعد برعکسش کن و بذارش روی خروجی فاضلاب و دوباره محکم کن. این کار جلوی بوی بد فاضلاب رو میگیره و نمیذاره سوسک و حشرات ریز بیان بالا. سوم، اگه سردوش حمومت نشتی داره، لازم نیست سریع عوضش کنی. سردوش رو از شلنگ جدا کن، واشرش رو در بیار، درپوش مسی رو باز کن، شلنگ داخلش رو بیرون بکش، قسمت سوراخ شده رو ببر و دوباره همه چیز رو مثل قبل ببند. مشکل حل میشه. چهارم، اگه پنل سردوش آب میده، عوض کردنش آخرین راهه. اول قاب تزیینی بالاش رو در بیار، بعد پنل رو باز کن. معمولاً واشر داخلش کهنه میشه و خوب آب بندی نمیکنه. چند دور نایلون دور واشر بپیچ، دوباره ببندش، نشتی قطع میشه. پنجم، اگه لولای کابینت شل شده، پول الکی خرج نکن. یکم پنبه توی جای پیچ بذار، چند قطره چسب قوی روش بریز، یکم صبر کن و بعد پیچو سفت کن. محکم میشه. ششم، اگه کولر گازی آب میریزه، بیشتر وقتا به خاطر گرفتگی لوله تخلیه بیرونه. سر لوله رو بذار توی یه بطری پر از آب، دورش رو خوب با چسب ببند و بعد بطری رو محکم فشار بده. آشغال‌های داخل لوله کامل بیرون کشیده میشن. هفتم، اگه شیر آب چکه میکنه، درپوش بالاش رو بردار، دسته رو باز کن، مغزی شیر رو با آچار سفت کن و دوباره ببندش. چکه قطع میشه. هشتم، اگه در توالت فرنگی لق شده، در رو بالا بزن. 2 تا دکمه هست که با هم فشارشون میدی و در رو به سمت بالا میکشی تا جدا بشه. بعد درپوش پیچ‌ها رو بردار، پیچ‌ها رو سفت کن و دوباره در رو جا بزن. به همین راحتی. نهم، اگه شعله گازت زرده، یعنی با اینکه بزرگه ولی قدرتش کمه، هم گاز هدر میره، هم قابلمه‌ها سیاه میشن. اول شعله رو کم کن، اون صفحه فلزی کوچیک زیر شعله رو تنظیم کن تا شعله آبی بشه. بعد شعله رو زیاد کن و صفحه بیرونی رو تنظیم کن تا شعله زیاد هم آبی بشه. آخرش یه راه ساده برای چک کردن آب خونه. یه حوله، دستمال یا ماسک روی شیر آب بکش، بعد حدود 2 دقیقه آب رو باز بذار. اگه آب زرد شد یا ذرات توش دیدی، یعنی کیفیتش خوب نیست. پیجمو فالو کن تا همه رازهای کاربردی تمیزکاری رو با